یه مکمل که هم بیماری قلبی تو کاهش میده، هم فشار خون رو تنظیم میکنه و سطح تریگلیسیرید بدنت رو میاره پایین. به سلامت پوست، مو، مغز و چشم کمک میکنه. برای مثال آکنه رو کاهش میده. واسه کاهش علائم اضطراب و افسردگی هم استفاده میشه. خطر دژنراسیون ماکولار هم کاهش میده. تو افرادی که مشکلات مفصلی دارن، واسه کاهش التهاب و کاهش درد مفصلیشون هم کمک میکنه. واسه تقویت تمرکز و حافظه مفیده. خانمایی که پریود خیلی دردناک دارن، طبق مطالعات مصرف منظم امگا 3 تا 30% دردشون رو کاهش میده. تو رشد شناختی کودکان و تکامل جنین هم نقش داره. همه اینایی که گفتم فواید مکمل امگا 3 950 سولواره که مکمل طبیعی که از مایع‌های آب‌های سرد و غلظت بالا تهیه شده، 504 میلی گرم EPA و 378 میلی گرم DHA داره که 3 برابر از مکمل امگا 3 معمولی قوی‌تره. فاقد جیب و هر گونه آلایندگی.